کانون پرورش افکار به کوشش دکتر علی نیری. خانم ها، آقایان، شنوندگان و بینندگان گرامی، امیدوار هستم در هر کجایی که کره خاکی صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید سالم و تندرست باشید. برنامه دیگری از برنامه‌های مهبانگ، برنامه‌ای در جهت گسترش دانش و ترویج علم در خدمت شما دوستان هستیم. امروز خوشحال هستم که علاوه بر همکار همیشگی ما آقای عرفان کسرایی، خانم نیلوفر فشنگساز هم همراه ما هستند. برنامه امروز اساساً اختصاص داره به مسئله بسیار مهم، شاید بشه گفت سوالی که همیشه انسان برای خودش پرسیده، سوال فلسفی هم هست. آیا واقعا ما در این جهان تنها هستیم، یا اینکه در عالم ما آیا فقط ما انسان ها هستیم که در جایی در گوشه ای از کهکشان خودمون قرار گرفتیم، و یا اینکه موجودات دیگری، موجودات اصطلاحاً فرازمینی وجود دارن؟ و آیا الزاما وقتی هر زمانی از موجودات فرازمینی اسم میبریم به این معنی است که این موجودات هوشمندن؟ یعنی این موجودات الزاما بلد هستند که ریاضی چیست، علم رو تونستن کشف کنن، هنر رو بیافرینن، ادبیات رو برای خودشون تنظیم کنن، و آنچه که به اصطلاح ما تعریفی از انسان هوشمند داریم، آیا میشه برای موجودات دیگر هم به همین ترتیب تعریف کرد یا نه؟ و اساساً سوالی حتی فراتر از این است که آیا زمانی بود که میپرسیدیم که آیا زمین ما تنها سیاره‌ای است که میتونه حیات رو در خودش جا بده؟ بعدها این پرسش شد که آیا کهکشان ما تنها کهکشانی است که میتونه حیات رو در خودش پرورش بده؟ و این روزها صحبت از اینه که آیا عالم ما تنها عالمی است که میتونه حیات رو در خودش پرورش بده؟ خب اجازه بدید که بریم به سراغ مهمانان گرامیمون. آقای عرفان کسرایی، دانشجوی دوره دکتری در رشته فلسفه و تاریخ علم در آلمان، و خانم نیلوفر فشنگساز از آمستردام در هلند که ایشون پژوهشگر در رشته استروبیولوژی یا اخترزیست شناسی هستند. دوستان عزیزم، خیلی خوشحال هستم که دعوت من رو پذیرفتید و به برنامه مهبانگ که برنامه‌ای است در جهت گسترش دانش و ترویج علم تشریف آوردید. نیلوفر جان، سلام عرض می‌کنم هم به شما دکتر نیری و هم به خانم فشنگساز عزیز، و خوشحالم که امروز این موضوع رو هم در خدمت شما و هم در خدمت خانم فشنگساز میتونیم بررسی کنیم، و مطمئنم که از جمله برنامه‌های جذاب و پرمخاطب مهبانگ خواهد بود این برنامه. با حضور شما همیشه این گونه هست نیلوفر جان. منم خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر نیری و آقای عرفان کسرایی عزیز و مخاطبای مهبانگ. خیلی ممنون که من رو به عنوان مهمان در این برنامه دعوت کردید. امیدوارم که بتونم بحث خوبی داشته باشم. باز هم از اینکه دعوت من رو دو گرامی نازنین پذیرفتید سپاسگزارم. بحث بسیار مهمیه. من گفتم بحث فلسفی، حتی بحث دینی هم هست. یعنی اینکه آیا انسان تنها موجود هوشمندی هست که در این عالم بسیار گسترده ما، عالمی که ما تا به امروز شناختیمش و بسیاری از نکاتش هم بر ما مجهول هست، وجود داره، یا اینکه نه امکان موجود بودن انسان‌های دیگه‌ای هست؟ عرفان جان، در بحث‌های علمی، نه آنچنان که در فرض کنید فیلم‌های علمی تخیلی میاد،
معمولا از 3 نوع برخورد با اسپورت میشه یا encounters. برخورد از نوع اول هست، برخورد نزدیک از نوع دوم و از نوع سوم، که معمولا نوع سومش آن هست که شما عملا ملاقاتی با یک موجود فضایی داشته باشین و نوع دوم این پیام هایی رو از موجودات فضایی دریافت کنید و نوع اول این هست که شما در واقع به دنبال نشانه های حیات در نقاط دیگری از کیهان برید. آنچه که بیشتر منظور نظر دانشمندان هست نوع اول هست تا نوع دوم و یا سوم که بیشتر در جنبه هالیوودی پیدا کرده. تا به الان انسان چقدر تونسته اطلاعاتی پیدا کنه در مورد احتمال وجود حیات در فرای زمین؟ در پاسخ به این پرسش من طبق معمول یا رویکرد تاریخ علمی پیش میگیرم یا رویکرد فلسفه علمی. این بار رویکرد تاریخ علمی پیش میگیرم راجع به اینکه تا به حال چه فهمیدیم از کیهان و از حیات در کیهان. از نظر تاریخی دانش انسان از اینکه ابعاد کیهان چقدر هست خیلی مسبوق به سابقه نیست و عقبه تاریخی خیلی نداره. یعنی تا همین 95 سال پیش در سال 1923 تا قبل از کار ادوین هابل دیدگاه بشر این بود که تمام جهان هستی از کهکشان راه شیری، یعنی فقط از کهکشان راه شیری درست شده و این ادوین هابل بود که نشون داد اندرومدا جایی بیرون از کهکشان راه شیری قرار داره. امروز ما با استفاده از رادیو تلسکوپ ها و با تلسکوپ های فضایی بخش های از کیهان رو رصد میکنیم که پیشتر نه گالیله، نه نیوتن، نه کپلر و نه کوپرنیک هیچ کدوم حتی احتمالاً تصورش هم نمی کردن که ابعاد کیهان اینقدر باشه. اما اینکه در طول تاریخ بشر انسان چطور در واقع دیدگاهش نسبت به کیهان تغییر پیدا کرد، یک رشته جدیدی که همین رشته خانم فشنگساز از آستروبیولوژی در واقع رشته نوظهوری هست در بین کیهان شناسان و در واقع و زیست شناسان که به دنبال حیات میگردند، به دنبال این پرسش میگردند که آیا ممکنه جایی در کیهان پهناور ردی از حیات پیدا شه. حالا این بحث مفصل هست که حیات مقصودمون از حیات هوشمند فضاییه یا حیات باکتریایی هم قبوله و آیا این که ما تنها موجودات هوشمند در پهنه کیهان هستیم. من یک مطالعه در کتاب نجوم دینامیکی در فصل 18 اگر اشتباه نکنم خوندم که ارجاع داده بود به کاری که در سال 1961 در رصدخانه ملی رادیو اخترشناسی در گرینلند در ویرجینیای غربی انجام شده بود و مطالعه‌ای که در واقع معادله‌ای که نشون میداد که تخمین دانشمندان از وجود حیات در کهکشان راه شیری چقدره و بر اساس فاکتورهایی که توی این معادله هست حدس و تخمین می‌زدن، برآورد می‌کردن که به چه احتمالی چند تمدن در واقع فرازمینی ممکنه که فقط در کهکشان راه شیری وجود داشته باشه. بله، در واقع قسمت مربوط به زیست شناسی ماجرا رو و اینکه اساساً حیات چطوری شکل گرفته روی زمین، آیا منشأ زمینی داره یا حیات از جایی خارج از زمین به زمین منتقل شده، من به اون قسمت کاری ندارم چون اصلا در حیطه تخصص و صلاحیت من نیست. اما اون قسمتی که مربوط به پروژه هایی که انسان در پی یافتن رد پای حیات در کیهان بوده رو در این برنامه بهش خواهم پرداخت و اینکه بشر تا به حال چه کارهایی انجام داده، از چه راههایی سعی کرده استفاده کنه که رد پای حیات رو پیدا کنه و با ذکر یک نقل قول کوتاه از آرتور سی کلارک من به این مقدمه پایان میدم و بحث رو میسپارم به خانم فشنگساز. آرتور سی کلارک نویسنده بریتانیایی داستان‌های علمی تخیلی جایی گفته بود که دو حالت وجود داره، یا ما در این گیتی در این عالم تنهاییم یا تنها نیستیم.
هر دوی این حالت‌ها به یک اندازه ترسناکه. در واقع که تنها باشیم در سراسر کیهان و چه تنها نباشیم، هر دوشون ترسناکه از دید آرتور سی کلار. بسیار هم درسته. به هر حال من فکر می‌کنم یکی از دلایلی هم که انسان به دنبال این هست که یا بودند در طول تاریخ به دنبال این که ببینن موجودات دیگه‌ای هست، این تنهایی وحشتناکی است که وجود داره، ولی تنها نبودنش هم به قول آرتور سی کلارک میتونه از نوع دیگه‌ای ترسناک باشه. اما نیلوفر جان، شما به عنوان کسی که در حوزه‌ای دارید کار میکنید و پژوهش میکنید که اساساً به قول عرفان جان جزء رشته‌های نو محسوب میشه و من حداقل تا جایی که میدونم کسی که یعنی کمتر ایرانی رو میشناسم، شاید اگه شما اولیش نباشید جزء اولین ها هستین که در این رشته استروبیولوژی یا اخترزیست شناسی مشغول به کار تحقیق و پژوهشی باشه. اما بذارین قبل از اینکه بیشتر در زمینه تخصص شما صحبت کنیم، شما اصلا بگید که چند وقتی است که این رشته به وجود اومده و یعنی چه اخترزیست شناسی؟ بنابراین به نظر میاد که یک چیزی است میان رشته‌ای و ترکیبی است از اخترزیست شناسی و زیست شناسی. درسته؟ بله همینطور هستش. در واقع اخترزیست شناسی شاخه نسبتاً جدیدی از علم هست که میان رشته هست و به پیدایش، تکامل و توزیع حیات در زمین و هر نقطه دیگه‌ای در عالم میپردازه. از منظر واژه شناسی و اصلا اینکه کی اولین بار این واژه رو تعریف کرد، حدود 65 سال زمان میگذره از اولین باری که واژه معرفی میشه. در سال 1953 توسط یک اخترشناس روسی به اسم گاوریل تیخوف که در مقاله این نام رو مطرح میکنه. اما از منظر ریشه شناختی کلمه یونانی هستش و از 3 بخش استرون، بایوس و لوجیکا تشکیل شده که در کنار همدیگه ترکیبی رو میسازن به نام اخترزیست شناسی. ما در فارسی اینطوری ترجمهش کردیم، ترجمه شده یعنی در فارسی، و کلمه انگلیسیش هم استروبیولوژی هست. البته اینو باید بگم که نزدیکترین مترادف به استروبیولوژی اگزوبیولوژیه که یه سری تفاوت‌ها داره و کمتر مورد اقبال عمومی قرار گرفت اگزوبیولوژی که کمی بعدتر دلایلش رو میگم. اینکه من گفتم علم نسبتاً جدیدی هست هم بعد بعداً در موردش توضیح بدم، چون آقای کسرایی هم اشاره کردن که رشته جدیدیه، اما کمی بعدتر متوجه میشیم که واقعاً رشته جدیدی نیست. بله، در 20 سال گذشته رشته رشد بسیار زیادی داشته، فزاینده و خیلی رو به جلو به خاطر پیشرفت‌هایی که در مأموریت‌های فضایی انجام شده، تلسکوپ‌های بسیار پیشرفته و همچنین افزار آزمایشگاهی خیلی مدرنی که راه رو باز کرد برای مطالعات خاص‌تر توی این رشته. اما نه، تفکر جدیدی نیست. در تاریخچه بهش میپردازم. میخوام کمی در مورد حیطه مطالعاتش بگم. ذات استروبیولوژی برمیگرده به جستجوی حیات در زمین و در هر نقطه‌ای در این عالم. این زمینه میان رشته‌ای از حیطه‌های مختلفی از علم رو مطالعه میکنه، از علوم مرتبط با حیات و فضا، از اینکه به دنبال هر جرم سکونت پذیر در داخل منظومه شمسی میگرده تا سیاره‌های سکونت پذیر خارج از منظومه شمسی، در جستجوی حیات هست در مریخ و قمرهای سیاره‌های گازی، چه حیات منقرض شده، چه حیاتی که احتمال داره الان به نوعی وجود داشته باشه. به دنبال این هست که مرزهای حیات رو بشناسه، یعنی حیات استانداردی که مد نظر ما هست لزوما همه اون چیزی نیستش که روی بیوسفر زمین وجود داره، بلکه به طور مثال میکروارگانیسم‌هایی وجود دارن که شرایطی رو میتونن تحمل کنن. اجازه بدین من شما رو قطع کنم برای اینکه من سوادم قطع نداد به حرفایی که شما زدین. یکی این که اساساً میدونم شاید این کار سختی باشه، تعریف حیات میدونم ممکنه که از نظر یک زیست شناس با تعریفی که یک اخترشناس میده متفاوت باشه، ولی چون شما دارید ترکیب بین این دو رشته رو به وجود میارید، یک تعریف حیات چیه؟ دوم این که وقتی که از بایوسفیر یا زیست کره زمین اسم میبرید منظورتون چیه؟
در همین اجماعی دانشمندان رسیدن که یه سری ویژگی ها رو در نظر بگیرن برای اینکه مثلا به این موجود بگن این موجود حیات داره. اما باز هم همه اون چی که روی زمین هست هم این ویژگی ها بهش صادق نیست. اولا بذارید اینطوری جواب بدم که وقتی که میگیم مثلا دانشمندان دارن دنبال حیات میگردن، یعنی دنبال چی میگردن؟ دقیقاً توی اخترزیست شناسی یعنی اونا دارن دنبال نشانه های حیات میگردن، بیو سیگنیچر، نشانه های حیات. من بعضی از این کلمه‌های تخصصی رو به این دلیل استفاده میکنم که ممکنه مخاطب‌ها بعضاً علاقه‌مند باشن به اینکه واژه رو جستجو کنن تا در موردش بیشتر بدونن، این شکلی راحت‌تر هستن. بیو سیگنیچر یا نشانگر زیستی به هر اتم، ایزوتوپ اتم یا مولکولی اطلاق میشه که به نوعی نشانی از حیات در حال یا گذشته خودش داشته باشه و این قابل اندازه‌گیری باشه با معیارهای فیزیکی و شیمیایی، مصرف کننده انرژی باشه، از خود دفعیات تولید بکنه، زیست توده داشته باشه یعنی وزن به حجمی داشته باشه و به این ترتیب یه موضوع کلی رو مطرح میکنه که مثلا من حیات هستم و من قابل جستجوام. اما حیات روی زمین با اجماعی که صورت گرفته 7 تا ویژگی براش در نظر گرفته شده. الان این شکلی من میتونم خواهش بکنم که عکس شماره 8 رو نشون بدن دوستان. عکس شماره 8. من تا دوستان در اتاق فرمان عکس شماره 8 رو آماده میکنن از شما بپرسم که اینجوری که من تا الان فهمیدم این است که بنابراین تعریف دقیقی از حیات نمیشه داد و به این ترتیب شما مثلا یک موجودی مثل ویروس رو آیا براش حیات قائل هستین یا نیستین؟ دقیقاً میخواستم همینو بگم. الان عکس شماره 8 نمایش داده میشه؟ هنوز به من اشاره نکردن که آماده است. خب من حالا توضیحشو میگم. من توی این عکس آوردم ویژگی هایی که به طور کلی برای حیات روی زمین در نظر گرفته شده. 7 تا ویژگی هست. این ویژگی ها رو میخوام بگم و بعد به سوالتون در مورد ویروس حالا به عنوان یک نقطه متناقض یا یه همچین چیزی جواب بدم. اولین ویژگی که برای حیات زمینی در نظر گرفته شده اینه که سازماندهی داشته باشه، یعنی یک سازمان مشخصی باشه که درون و بیرونش مشخص باشه، با محیط اطرافش ارتباط داشته باشه و اندامک هایی داشته باشه و داخلش سازماندهی باشه، متابولیسم داشته باشه، پایدار باشه، رشد کنه، تولید مثل کنه، پاسخ نسبت به محیطش داشته باشه و از تکامل پیروی بکنه. این 7 ویژگی غالبا تمام حیات روی زمین رو میپوشونن، اما باز هم استثناهای ظریفی وجود داره، چیزهایی که هنوز تو مرز حیات و موجود بیجان میشه بهشون نگاه کرد، مثل ویروس ها. ویروس موجودی هستش که چند تا از این ویژگی ها رو در خارج از بدن میزبانش نداره، مثل اینکه متابولیسم نمیکنه، رشد نمیکنه، تولید مثل نمیکنه، حتی پایداریش هم در خارج از بدن میزبان زیر سوال هستش، خیلی تایید نشده. حالا شما تصور بکنید که ویروس به عنوان یک ارگانیسم زمینی در یه وضعیتی هستش که از همه ویژگی‌ها پیروی نمی‌کنه. پس چقدر مشکل و سخت هستش، با وجود اینکه ویروس پروتئین و اسید نوکلئیک داره، از همون جنسی که همه موجودات دیگه روی زمین دارن. اینه که یه مقداری موضوع خیلی سخت میشه در مواجهه با سیستمی که از بیس بنیانش متفاوت. الان عکس شماره 7 هم 7 گفتین دیگه، درسته؟ 8 عکس شماره 8 هم الان دوستان در اتاق فرمان آماده کردن که نشون بدن. بسیار خوب. عکسی است که ویژگی‌های حیات زمینی رو بنابر اجماع عمومی دانشمندان تو این عکس شما می‌بینید. ما عکس شماره 8 که داریم به نظر شاید متفاوت باشه، در واقع این آزمایش میلر هست. شما اون رو دارین میگین؟ نه عکس شماره 8 بسته یک تصویر با بک‌گراند آبی باشه که 7 تا آیتم مرتبط با در واقع حیات رو نشون میده. بسیار خوب، الان براتون میاریم. بسیار خوب. در ادامه باید بگم که ناسا برای اینکه این مشکل رو کمی حل بکنه، به خصوص چون بیشتر در ارتباط با پیدا کردن حیات
در خارج از زمین هست یک تعریف جهان‌شمول‌تری رو برای حیات ارائه کرد. اینکه از دید ناسا حیات یک سیستم خودحفظ کننده‌ای هست که ظرفیت پیروی از تکامل داروینی رو داره. حالا منظورم از سیستم خودحفظ کننده چیه؟ اولا که به انگلیسی سلف سوستینینگ میشه که معنای اینو داره که سیستمی که میتونه بدون کمک گرفتن از یک عامل بیرونی خودش رو در وضعیت سالمی نگه داره و پیرو ظرفیت پیروی از تکامل داروینی رو داشته باشه. به این معنا هست که نسبت به شرایط فیزیک و شیمیایی که درش قرار گرفته بتونه تطور درست و نمو درستی در خودش ایجاد بکنه. یعنی مثلا اگر که نوری که از ستاره مجاور اون سیاره دریافت میشه 1/60 نوری باشه که ما در زمین دریافت میکنیم، شبکه‌ای مرتبط با بینایی چه شکل تطور پیدا بکنه. یا اینکه اگر شوری محیطش در حد اشباع بالا هست یا اسیدیته محیط خیلی پایین یا بالا هستش، خودش رو به چه شکلی با محیطش سازگار کنه. ظرفیت تکامل داروینی پس یک موضوع جهان شمول هستش از تعریف ناسا دست کم تا به امروز. آیا به این معناست که اگر که حیات در هر جای دیگری در کیهان وجود داشته باشه الزاماً باید از دگرگونش، فرگشت یا تکامل داروینی پیروی بکنه و اصل گزینش طبیعیش، یا اینکه میتونه از نوع و لون دیگری هم باشه؟ طبق موضوعی که عرض کردم در تعبیر ناسا حیات بایستی حتما پیرو تکامل داروینی باشه و به طور کلی این در پتانسیل در وجود اتم ها و مولکول ها وجود داره که خودشون رو نسبت به شرایطشون تطبیق میدن و متناسب با اون تغییر میکنن. وقتی که از کوچکترین و جزئی ترین ذرات این عالم پیرو به تکامل داروینی هستن، این تکامل وقتی از توی شیمی شروع میشه به بیوشیمی میرسه و به زیست میرسه. پس تا به امروز دست کم اون چه که اجماع عمومی پذیرفته پیروی از تکامل داروینی هست. تکامل داروینی است. بسیار عالی. ما برمیگردیم به شما نیلوفر جان. عرفان جان، ما انسان ها تا به الان برای یافتن آنچنان که خانم نیلوفر فشنگساز گفتن، برای آنکه نشانه های از حیات رو پیدا بکنیم، چه کارهایی رو انسان ها انجام دادن تا به حال؟ من باز ارجاع میدم به همین کتاب نجوم دینامیکی که خودم خیلی علاقه‌مند بودم، اطلاعات زیادی از توش گرفتم. یکی از روش‌هایی که در فصل 15 این کتاب معرفی شده بود اینه که در واقع به دنبال حیات با سیگنال طول 21 سانتی متر می‌گردند. خیلی از در واقع پژوهشگران و کیهانشناسان این سیگنال که با فراوان‌ترین عنصر موجود در کل کیهان یعنی هیدروژن خنثی تولید میشه، یکی از اون کلیدواژه‌هایی هست که کمک میکنه به این که اگر حیاتی در واقع، حالا این حیات رو همونطور که خانم فشنگساز گفتن حالا بحث هست که این حیات به چه شکل باشه، به دنبال این طول موج میگردن. اما اینکه ما تا به حال چه کار کردیم؟ مقصود ما همونطور که در قسمت اول گفتم از حیات، یعنی حیاتی که به دنبالش میگردیم حیات اینتلیجنت هست، حیات هوشمند هست، حیاتی که من شما رو اینجا متوقف کنم. البته این سوالو برای هر دوتون میخوام بکنم. ببخشید که این کارو میکنم، ولی فکر میکنم که اهمیت داره که ما تک تک این واژه ها آنچنان که کار علم است برامون تعریف بشه. خب نیلوفر برای ما تعریفی از حیات آنگونه که مورد اقبال و اجماع دانشمندان متخصص در این رشته هست رو گفتن. تعریف هوشمندی چیه؟
ببینید بخش زیادی از یک ارتباط با بیگانه فضایی مستلزم اینه که در واقع مثل یک گیرنده فرستنده پیامی رد و بدل بشه و این پیام ادراک بشه. ادراک و آگاهی که حالا دفعه پیش بحث برنامه ما آگاهی بود، موجوداتی خودآگاه که بتونند زبان رو بفهمند، از وجود خودشون آگاه باشند و حالا تمدنی تشکیل داده باشند در گوشه از این کیهان مقصود من هست. اگرچه که بحث جستجوی حیات یک بحث دیگه، ولی اون قسمتی که من راجع بهش صحبت میکنم ارتباط با حیاتی فرازمینی، حیات هوشمند فرازمینیه و نه حیاتی که مثلا در مریخ یا ماه یا در جایی از کیهان یا منظومه شمسی پیدا شه. برای این شما مثلا تکسلولی ها یا باکتری ها رو منظورتون نیست در اینجا؟ منظور من اونها نیست، حیاتی است که تونسته باشه به قول شما تمدنی رو به وجود آورده باشه، در حالی که مقصود اخترزیست شناسان این هست. یعنی اگر اونها یه جایی از کیهان بتونن حیات مثلا باکتریایی یا یک موجود چطوری بگم تکسلولی پیدا کنند، برای اونها حیات یافته شده. ولی اون قسمتی که من راجع بهش صحبت میکنم مقصودم تمدن‌هایی هست یا موجوداتی که آگاه هستند، زبان برای ارتباط دارن و میشه با اونها ارتباط برقرار کرد. یعنی هر آنچه که من از حیات فرازمینی در این برنامه صحبت میکنم، سخنم معطوف به این نوع از حیات هست و اینکه چه کارهایی صورت گرفته برای ارتباط با چنین تمدن‌هایی. همونطور که گفتم مثل هر ارتباط دیگه‌ای اینجا ما یک گیرنده و فرستنده خواهیم داشت. از طرف ما تا به حال هیچ پیامی از تمدن‌های هوشمند فرازمینی دریافت نکرده. یعنی ما گیرندمون هیچ چیزی نگرفته. یک پیام، یک سیگنال مشکوک بود، سیگنال واو بود، سیگنال مشکوک بر مرموز و ناشناخته بود که حدود 4 دهه هم ذهن همه رو مشغول کرده بود به خودش. ولی خب مطالعه فکر می‌کنم 2016 بود که نشون داد این سیگنال چیزی جز در واقع سیگنال ایجاد شده توسط یک دنباله‌دار نبوده و پیام ارسالی از جانب بیگانگان فضایی یا حیات هوشمند فرازمینی نبوده. اما فرستنده تا دلتون بخواد داشتیم، فرستنده زیاد داشتیم. لیست پیام هایی که بشر فرستاده برای ارتباط با تمدن های فرازمینی بخش هیجان انگیز و جالبی از تاریخ علم رو در بر میگیره. من یک سری ویدیو فرستادم، اگر کم کم رو اونا امکانش باشه که آقای دکتر توضیح بدم. یکی از اون پیام های مشهور در واقع که ما انسان فرستاده که بدونه که آیا حیاتی در منظومه شمسی یا در کهکشان راه شیری یا در کهکشان‌های دوردست وجود داره یا نه، اینه که به صورت کاملا غیر عامدانه ما این کارو از حدود الان کلیپ اول داره پخش میشه. کلیپ اول، حالا من ببینم که کلیپ اول چی بود آقای دکتر. در واقع در مورد وویجر هست، تایملاین وویجر هست. درسته درسته و پیام زمینی ها به اون. درسته. الان میرسم یه مقدمه بگم برسم به وویجر. ما از حدود 70 سال پیش به این سو کاملا غیر عمدی با سیگنال های رادیو و تلویزیونی در واقع به فضا ارسال کردیم و کره ای رو دور زمین تشکیل داده که در واقع الان با شعاع 70 سال نوری دور زمین رو احاطه کرده و همچنان هم با آهنگ 1 سال نوری در حال رشده. یعنی شاید تا 30 سال آینده هر جامعه احتمالی از تمدن‌های هوش فرازمینی رو در فاصله 100 سال نوری میتونه پوشش بده. یعنی اگر جایی در فاصله 100 سال نوری باشند میتونن آثار گفتاری و تصویری و صوتی ما رو دریافت کنن و هر آنچه که ما در تلویزیون و رادیو و حتی همین برنامه مهربان که شب داریم پخش میکنیم اینا رو هم دریافت کنن اگر تمدنی در این فاصله وجود داشته باشه. بنابراین حرف این است که اگر تمدنی در فاصله 70 سال نوری ما باشه، تا به الان باید سیگنال هایی که ما ارسال کرده باشیم از وجود ما، از وجود این تمدن، البته منظورم، آگاه شده باشن.
کاملا. در این حال خب پروژه هایی که انجام شده زیاده. فضاپیمایی پایونیر 10 و 11 که منظومه شمسی رو هم ترک کردن، الواحی همراهشون هست که اینها هم طرحی از مرد و زن روشون هست، اتم هیدروژن و موقعیت زمین و خورشید رو هم روش نمایش داده شده. یعنی اگر جایی در کیهان تمدن‌های فرازمینی وجود داشته باشن که بتونن الواح روی پایونیر 10 و 11 رو پیدا کنن، کلی اطلاعات از روی زمین، از زندگی و تمدن ما بهشون خواهد رسید. اما این ماموریت‌های پایونیر تنها در واقع سازه‌های دست بشر نیستند که به فضاهای دوردست برای ارتباط با بیگانگان فضایی ارسال شدن. فضاپیمایی وویجر 1 و 2 اونا هم لوی رو حمل میکنن که اطلاعات خیلی به مراتب بیشتری هست که اگر من نمیدونم ویدئوی بله راجبه وویجر اگر داره پخش میشه من بتونم رو اون بله داره پخش میشه میتونید صحبت کنید. در لوحی که در وویجر هست که توش هم نشونی جایگاه زمینی که زمین کجای جهان در منظومه شمسی قرار گرفته، کجای کهکشان راه شیری رو میشه پیدا کرد. روی لوحش هم صدای رعد و برق و صدای برخورد امواج به ساحل هست، صدای اصلا گزیده از موسیقی ملل هست و در واقع حدود 4 دهه هم از ارسال 2 تا کاوشگر وویجر 1 و 2 گذشته به فضا و این 2 تا هر دوشون منظومه شمسی رو ترک کردن و وویجر 1 در حدود میشه همین رو تو وبسایت ناسا چک کرد، الان چیزی در حدود 21 میلیارد کیلومتر از زمین دور شده و هر لحظه البته باید دوستان بدونن این خیلی برای ما زیاده ولی در مقیاس نجومی 17-18 ساعت نوری بیشتر نیست. این خیلی چیز زیادی نیست. بله کافی است مقایسه کنیم با فاصله زمین و پلوتو چیزی مثلا حدود 5 میلیارد کیلومتر و بیشتر متوسطش. ولی خب 21 میلیارد کیلومتر بله همونطور که فرمودید از دید ما ممکنه خیلی زیاد باشه، 40 سال در راه بوده، ولی مثلا مأموریت افق‌های نو که من یادم میاد که برای عکس برداری از پلوتو حدود 9 سال و نیم یا نزدیک به 10 سال در راه بود تا برسه به پلوتو و عکس بگیره ازش و با سرعت مثلا 50 تا 60 هزار کیلومتر در ساعت، ولی این سفر حدود 10 سال طول کشید. به هر حال فواصل نجومی از دید ما که روی زمین زندگی میکنیم ممکنه خیلی زیاد به نظر برسه، اما از دیدگاه کیهانشناسان این فواصل واقعا نزدیک محسوب میشن و کنار هم حساب میشن. همسایه است. روی صفحه طلایی وویجر پیام‌های به 55 زبان این خیلی جالب ضبط شده و فضا ارسال شده که محتواشون درود و تهنیت به بیگانگان فضایی که جالبه که بینندگان و شنوندگان ما بدونن که پیامی به فارسی هم در اون هست و روی وبسایت ناسا میشه شنید که یک شعری از سعدی با شعری از سعدی شروع میشه و میگه که درود به ساکنین ماورای آسمان ها و بعد بنی آدم از یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند رو میخونه و این پیام هم اگرچه که بیگانگان فضایی احتمالا زبان ما رو نخواهند فهمید، اما اگر جایی به الواح وویجر 1 و 2 دسترسی پیدا کنند تمام این اطلاعات رو میتونن بازیابی کنن. اما چه تمدن‌هایی میتونن بازیابی کنن؟ تمدن‌هایی که ریاضیات بلد باشن. این هم یه بخشی از صحبت منه که حالا در ادامه بعد از صحبت اینجا نگه دارید چون در مورد مسئله زبان باید با هم گفتگو بکنیم. اجازه بدید من برگردم به خانم فشنگساز نیلوفر جان. من فکر می‌کنم یک مشکل حل شد. ما الان عکس شماره 8 رو میتونیم نشون بدیم و برگردیم به اون بحثی که شما میکردین. بنابراین از نظر زیستشناسان و اخترشناسانی که به دنبال نشانه های حیات، بایوسیگنیچر به قول شما، دنبال نشانه های حیات هستن، حالا من باید این رو هم اضافه کنم ازتونم بپرسم که اینجا ما الان در صفحه داریم ویژگی های حیات رو میبینیم. ویژگی های حیات
سازماندهی، متابولیسم، پایداری، رشد، تولید مثل، پاسخ و تکامل بود. شاید منظورتون از پاسخی است که یک موجود به محیط اطرافش داره میده، درست هست؟ بله دقیقاً همینطور هست. مثلا ساده ترین ارگانیسم هایی که حالا توی زندگی روزمره‌مون هم باهاشون سر و کار داریم، مثلا فرض بکنید مورچه یا مگس که شاید از لحاظ اندام خیلی کوچیک باشه و به نظر ما مغزی نداشته باشه یا مغز خیلی حالا سیستم عصبی باشه فقط، ولی زمانی که ترس رو احساس میکنه از خودش پاسخی میده، واکنش نشون میده. بله دقیقاً. این رو توی تمام سطوح شما میتونید ببینید، حتی در سطح باکتری ها، اونایی که کار میکروبیولوژی میکنن کار آزمایشگاهی انجام میدن و روی میکروارگانیسم ها مطالعه میکنن. زمانی که میکروارگانیسم ها در محیطشون اتفاقای فیزیکی و شیمیایی نامناسبی میفته یا حتی اتفاق فیزیکی و شیمیایی خوبی میفته، نسبت بهش توی نسل بعدیشون حتما واکنش نشون میدن، رشد کمتر، رشد بیشتر یا اندازه کمتر، اندازه بیشتر، رنگ کمی متفاوت. اینا پاسخ هستش که بخشی از حیات پاسخ. سوالی که حالا مطرح میشه، خیلی خب حالا اینا ویژگی های حیات بود، چه شرایطی لازم هست که این ویژگی هایی که ما الان شما ازش اسپردین برای ویژگی های حیات، اینها بتونن در اونجا به وجود بیان؟ یعنی فرض کنید که چرا زمین ما میتونه در خودش حیات رو با این ویژگی ها پرورش بده، ولی فرض کنید که ناهید یا زهره نمیتونه، مریخ یا بهرام نمیتونه، یا جای دیگری در همین منظومه خودمون؟ خب یه جورایی باید اینو بگم که حیات به واسطه ویژگی‌های در واقع شیمی تخصص یافته بین آب و کربن، اندرکنش‌های آب و کربن هستش که در واقع مولکول‌های اصلی خودش رو رشد داده. مولکول‌های اصلی حیات هم لیپیدها، اسیدهای نوکلئیک، پروتئین و قند هستند. اما اینکه چه شرایطی مورد نیاز هستش که حیات بتونه این 4 تا مولکول زیستی درشت خودش رو توسعه بده و تکامل بده، سوالتون همین هست، درسته؟ بله دقیقاً. بایستی برگردم به یک دوره مهم که شروع شد، فرضیاتی در مورد همین موضوع مطرح شد. در واقع اولین بار توماس هاکسلی بود که موضوعی به نام ابیوجنسیس رو مطرح کرد یا پیدایش خود به خودی حیات. من این رو توضیح میدم تا به این برسم که چه شرایطی مفروض میشه برای زمین اولیه که توی اون حیات شروع به توسعه و گسترش و نمو کرد. توماس هاکسلی زیستشناس انگلیسی بود که خیلی هم از تکامل داروینی حمایت میکرد. در حدود 150 سال پیش زندگی میکرد. اگر که تصویر، من نمیدونم حالا شماره ها به هم ریخته یا نه الان شماره ها رو داریم، درست داریم، شما با همون شماره ها. بسیار خوب. اگر که تصویر شماره 9 رو نشون بدید، توی این تصویر به من میگید تصویر چی هست؟ آقای دانشمند هست و مقاله بیوجنسیس و ابیوجنسیس. این مقاله مهمی هستش که هاکسلی در 150 سال پیش منتشر میکنه، درباره موضوع مهم پیدایش خود به خودی حیات صحبت میکنه. در این مقاله تاکید میکنه که منظورش از ابیوجنسیس یا پیدایش خود به خودی حیات چیزی متفاوت از پیدایش غیر زیستی حیات، چیزی متفاوت از پیدایش خود به خودی حیات یا spontaneous generation هست. چرا که حتی تا اون زمان این موضوع کش پیدا کرده بود که اون تفکر نیمه ارسطویی که حیات خود به خود میتونه به وجود بیاد، مثلا مگس از مواد متعفن به وجود میاد یا موش از فاضلاب به وجود میاد. هاکسلی اومد این رو کلمه مهم ابیوجنسیس رو مطرح کرد و این دوتا رو کاملا از هم جدا کرد. بعد از هاکسلی دو فرد تاثیرگذار دیگه در این مورد پیدا شدن. در دهه دوم قرن 20 الکساندر اوپاریان بیوشیمیست روس و هالدین دانشمند انگلیسی، این دو به صورت کاملا مستقل از همدیگه در یک دهه
پیدایش غیرزیستی رو در زمین مطرح کردن و از هم اطلاع نداشتن. اوایل دهه 20 اوپاریان کتابش رو به زبان روسی، کتاب منشأ حیات رو منتشر میکنه و اواخر دهه 20 وقتی که کتاب به انگلیسی ترجمه میشه هالدین ازش مطلع میشه. این دو شرایطی رو که توی دیدگاه خودشون مطرح کرده بودن چند تا ویژگی مهم داشت. اول از همه حیات وقتی به وجود بیاد در زمین به یک منبع انرژی بیرونی احتیاج داره. اینکه مثلا یک پرتو فرابنفش یا مثلا رعد و برق در اتمسفر زمین باعث تغییراتی در مولکول‌های اتمسفر بشه و انرژی بده به مولکول‌ها. موضوع دوم که مطرح کردن در تئوریشون این بود که گازهای موجود در اتمسفر زمین در اون دوره گازهای کاهنده بوده. یعنی اتمسفر زمین یک اتمسفر کاهنده بوده. گازها چی بودن؟ متان، آمونیاک، هیدروژن مولکولی و بخار آب. اتمسفر کاهنده به چه معنی هست؟ اتمسفری که اکسیژن نداره و خودش دریافت کننده اکسیژن میشه اگر که اکسیژنی در زمین وجود داشته باشه. در ادامه اومدن هر دو هم متفق القول گفتن که حیات ساده اولیه‌ای که روی زمین به وجود اومده از نوع مصرف کننده مواد مغذی محیط اطرافش بوده و خودش چیزی تولید نمی‌کرده. در اصطلاح زیست شناسی بهش هتروتروفیک میگن، حیات هتروتروفیک. و برعکسش میکروارگانیسمایی که میان خودش مواد مغذی تولید میکنن که به زعم اوپاریان و هالدین بعدتر اتفاق افتاده، میکروارگانیسم‌های اتوتروف بودن که با دریافت نور خورشید و اتم‌های کربن از محیطشون میتونستن مواد آلی و مغذی تولید بکنن. این شرایط چیزی بوده که اوپاریان و هالدین بهش پرداختن و واژه مهم پریبیوتیک سوپ یا سوپ پیشزیستی رو هالدین واژه‌شو معرفی میکنه و در نهایت از دید این دو دانشمند زمانی که شرایط زمین به این سمت رفته که مولکول‌های عالی ساده شروع کردن از مولکول‌های غیر عالی به کمک انرژی بیرونی به وجود بیان، در یک سوپی متراکم شدن و رفته رفته رو به پیچیدگی گذاشتن و نخستین پیش سلول‌ها رو ساختن. این شرایطی بود که در دهه دوم قرن 20 به عنوان شرایط اولیه زمین برای به وجود اومدن حیات مطرح شد. 30 سال بعد یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی به اسم میلر زیر نظر استاد راهنمای خودش یوری اومدن یک طراحی آزمایشی انجام دادن. اگر که شکل آزمایش میلر رو میخواین؟ یوری فکر میکنم شکل 13 باشه. شکل همون آزمایش میلر رو شما میخواین نشون بدین؟ بله، شکل شماره 13 هستش اگر لطف کنین. شماره 13 ماکان جان. اومدن این طراحی آزمایش رو انجام دادن و من الان تصویر رو نمیبینم، فقط بر اساس که یادمه میگم. سمت راست تصویر یک حبابی وجود داره که اون رو اقیانوس اولیه زمین، اقیانوس گرم اولیه در نظر گرفتن که آب بخار میکنه، جوش میاد و منتقل میشه به یک حباب دیگه‌ای که در بالا سمت ماکان جان تصویر اولیه است. بالا سمت چپ قرار داره که حباب بالا سمت چپ میشه حبابی که به عنوان اتمسفر زمین در نظر گرفتنش که داخلش این 4 گاز کاهنده وجود داره. تخلیه الکتریکی صورت میگیره داخلش که نقش رعد و برق و پرتوی فرابنفش رو داره. این سیکل بارها و بارها ادامه پیدا کرد در آزمایش میلر و یوری و بعد از فکر می‌کنم 1 هفته یا زمان این حدود تعدادی از بلوک‌های سازنده، یعنی سنگ بناهای سازنده مولکول پروتئین رو داشتن و بسیار هیجان زده شدن. برای حدود سال 1953 کار خارق‌العاده‌ای بود که به این شکل در اومد که مولکول‌های اولیه حیات رو تونستن در آزمایشگاه بسازن. ولی خیلی طول نکشید. پس لطف کنید یک بار دیگه برای بینندگان ما توضیح بدید که در واقع این آزمایش یک کپی برداری از شرایط اولیه زمین بوده. یک بار دیگه ممکنه بگید که پس در واقع اون حباب سمت راست در این آزمایش که میبینید تقلیدی از
اقیانوس هاست، آب اقیانوس هاست، و بعد گرمایی که از طرف احتمالاً اینجا داده میشه، منظور گرمایی که از طرف خورشید داره داده میشه؟ نه گرمایی هست، محتمل‌تر اینه که گرمایی که از چاهک‌های گرمابی کف اقیانوس ها، از کف اقیانوس ها بوده. بسیار خوب، از کف اقیانوس ها بوده و بعد تبخیر آب رو میبینید و اونجا چیزی که اتمسفر زمین رو در واقع تقلید دار میکنه حباب سمت چپ هست، گازهای بخار آب رو میبینیم، متان رو میبینیم، آمونیوم رو میبینیم و هیدروژن رو میبینیم. بله همینطوره. گازهایی که فرض شده، برای جمع‌بندی میگم که گازهای کاهنده بودن. اتمسفر در معرض انواعی از انرژی بوده که به این ترتیب ترکیبات عالی ساده از قبیل مونومرها میتونستن ساخته بشن، ترکیبات داخل سوپ انباشته میشدن و در مکانهای متفاوتی مثل سواحل و چاهک‌های گرمابی تجمع پیدا میکردن و در ادامه تحولات بیشتر رو به مرور زمان اینجا شما به یه نکته اشاره کردید که اهمیت داره به نظر من از لحاظ زمین شناسی. اینجا این آزمایش گفتی بعد از 1 هفته برای ما تونسته نتیجه به بار بیاره، اون به اصطلاح خشت‌های اصلی حیات رو. یه سری از بلوک‌های سازنده پروتئین رو به دست آوردن. یه 20 تا آمینو اسید داریم که یک تعدادی از آمینو اسیدها رو تونستن به دست بیارن و همچنین مولکول انرژی یا ATP، همون مولکول معروفی که میگن مولکول فسفر، حالا ادنزین تریفسفات رو به دست آوردن که در جای خودش خیلی اهمیت داشت. اما بعدها همین آزمایش بهش ایرادهای البته گرفته شد و بعدها در پژوهشگرای دیگه در صدد رفع اون ایرادها مدل آزمایش رو کمی تغییرات دادن، گازها رو تغییر دادن و به هر صورت تونستن همه 20 آمینو اسید سازنده حیات روی زمین رو بسازن به صورت حالا مصنوعی با شبیه سازی شرایط اولیه زمین. همه رو تونستن بسازن و واحدهای سازنده اسیدهای نوکلئیک رو هم تونستن بسازن، مولکول انرژی رو هم تونستن بسازن، قند هم ساخته شد. اما چیزی که هیچ کس نتونست اون رو بسازه یک مولکول پلیمریزه بود. یعنی منظورم چی هستش؟ شما فرض بکنید که پروتئین یک ساختمون اگر باشه، آجرهای اون ساختمون آمینو اسیدها هستن. اونا تونستن آمینو اسید رو بسازن ولی هیچ کس نتونست یک پروتئین رو از اون آمینو اسیدهای تک تک و مونومری و جدا جدا بتونه بسازه. معمای اصلی همینجا باقی موند، با وجود اینکه تا یه مرحله تونستن پیدایش غیرزیستی حیات رو هم به صورت تئوریک مطرح کنن هم به صورت آزمایشگاهی، حتی تا همین امروز این آزمایش‌ها هنوز در حال انجام است، اما هیچ کس حتی نتونسته یک مولکول پلیمریزه از حیات رو بسازه به صورت آزمایشگاهی. یک RNA یا یک پروتئین هنوز نتونسته ساخته بشه به اون شکلی که توی طبیعت ساخته شد و معمای اصلی همین هست. خب دقیقاً من سوالم همین بود. ببینید شما اینجا اشاره‌ای کردید به یک آزمایشی که در عرض 1 هفته حالا انجام شده، چه آزمایش میلر و یوری و چه آزمایش هایی که بعداً تکمیلی انجام شده. اما ظاهراً آشپزخانه طبیعت زمان بسیار بسیار بیشتری رو داشته برای اینکه این کارها رو انجام بده. اون زمان زمین شناسی خاطرتون هست چقدر بوده؟ قبلش یه نکته مهمتری رو بگم. ما میدونیم که اتفاق مهبانگ چیزی حدود 13.8 میلیارد سال ازش میگذره. در لحظه مهبانگ و دقایقی بعد از اون دما خیلی بالا بوده، اتم ها کم کم شروع میکنن به شکل گیری. حالا وارد اون بحثای شیمیش نمیخوام بشم. یه زمانی بعد از مهبانگ چیزی بین 10 تا 17 میلیون سال بعد از رویداد مهبانگ یه دوره خاصی در عالم اتفاق میفته، یه دوره‌ای که فقط همون موقع بود و تموم شد، یعنی 7 میلیون سال. دوره‌ای که دمای کل عالم میاد میشه بین 0 تا 100 درجه. این خیلی فوق‌العاده است. دمایی که توی اون آب به صورت مایع میتونه حفظ بشه در تمام عالم. یعنی هر جرم صخره‌ای صرف نظر از اینکه چه فاصله‌ای از ستاره مادرش داشته باشه میتونسته آب مایع رو در خودش داشته باشه. توی این 7 میلیون ببخشید یک بار دیگه اشاره کنید که این چقدر بعد از مهبانگ بوده؟
10 تا 17 میلیون سال بعد از مهربانگ دوره‌ای به اسم عصر سکونت پذیری یا habitable epoch بهش میگن، اونایی که میخوان جستجو کنن و در موردش بیشتر بدونن. دوره بسیار مهمی بوده. گفته میشه که حتی بیوشیمی حیات در عالم نطفه‌اش در اون دوره گذاشته شده. 7 میلیون سال فرصت بوده که بین آب، کربن و صخره‌ها اندرکنش‌های اتفاق بیفته و قطعاً ظرفیتش شیمی تکاملی اینو ایجاد میکنه که یه سری اتفاقای مرتبط با حیات همون دوره بیفته. این اولین چیزی هستش که مربوط به حیات بوده و زمین هم خب چیزی حدود 4.5-5 میلیارد سال پیش که به وجود اومده. نشانه هایی که برای از انواع جاها چه در کبک چه در استرالیا پیدا شده، میکروفسیل هایی که جستجو شده چیزی بین 4, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5 میلیارد سال رو نشون میده که در زمین حیات شکل گرفته، حیاتی که میکروارگانیسمی بوده. این تاریخچه‌ای هستش که مربوط میشه به پیدایش حیات در زمین. اما البته باید بگم که میلر و یوری فرضشون 2 میلیارد سال بوده که حتی فرض اولیه به وجود اومدن حیات هم تو کارشون غلط بوده، ولی در نهایت خب به هر حال اینو تونستن سنتز کنن به صورت آزمایشگاهی و خودش قدم بزرگی بود. بسیار ممنونم. اجازه بدید که بریم سراغ عرفان عزیز. عرفان جان، مسئله زبان مشترک، زبان جهانی، نه فقط در کره خاکی ما بلکه زبان کیهانی، حالا اسمش رو بذاریم. میدونیم که در هر دو تا پیامی که شما اشاره کردی هم کدهایی به شکل کدهای باینری 0 و 1 نوشته شده بود که اساساً اینها زبان ماشین هست، زبان کامپیوتر هست و زبان منطق هست. شما فکر میکنید که آیا اگر تمدن دیگه‌ای وجود داشته باشه الزاماً به همین زبان دست پیدا کرده و اگر اینگونه باشه آیا زبان ریاضیات رو میشه گفت زبان طبیعته که باید کشفش کرد؟ در غیر از همون دوتا پروژه‌ای که مثالش رو زدم، در سال 2017 پژوهشگران مرکز ارتباط پیامی با فضا METI از طریق آنتن رادیویی در نروژ یک پیامی فرستادن به یک کوتوله سرخ، به یک ستای کوتوله سرخ به اسم GJ273 که حدود 12.36 سال نوری با زمین فاصله داره. برمیگردم به این پیام. میخوام در خصوص سوال شما نکته ای رو بگم. مدیر این مرکز در واقع داگلاس واکوچ، مدیر این پروژه ارتباط پیامی با فضا متی، معتقده که اگر موجودات هوشمند فضایی دنباله های عددی ما را در قالب سیگنال های رادیویی دریافت کنند، میشه فهمید که اونا این عین جملاتشه، منجمان رادیویی خوبی هستند و در واقع برای دریافت سیگنال های رادیویی ما اونها باید رادیو تلسکوپ داشته باشند. برای اینکه رادیو تلسکوپ داشته باشند برای ساختش باید با مبانی ریاضیات آشنا باشند. این عین صحبت های واکوچ هست، مدیر پروژه متی، که معتقدی که اونا باید مبانی ریاضیات رو بدونن، باید بدونن که جمع 1 به اضافه 1 در واقع برابر با 2 خواهد شد و اگر مبانی ریاضیات رو ندونن سیگنال های رادیویی ما رو نمیتونن دریافت کنن و بفهمن، اصلا خب نمیتونن ابزارش این رادیو تلسکوپ رو بسازن. در واقع این که ریاضیات زبان ارتباطی ما، زبان مشترک ما با حیات تمدن احتمالی بیگانگان فضایی خواهد بود، در واقع تاریخچه پیام هایی که ارسال شده رو اگر مرور کنیم، من روی پیام آرسیبو میخوام یک توضیح بدم. اگر ویدیوش حاضر هست اون رو بینندگان ما ببینند که پیام آرسیبو چطور ماهیت ریاضیاتی داره و این پیام چطور نوشته شده. فکر میکنم ویدیو 2 یا عکس آخر هم در واقع تصویری از پیام آرسیبو هست که میتونم روش توضیح بدم. یه ویدیوی خیلی کوتاهی هم هست به اسم The Arecibo Message. اگر که اجازه بدین من هم از شما هم از خانم فشنگساز خواهش کنم که با ما باشین، همینطور بینندگان عزیز. ما باید از یه بخش کوتاه
آگهی ها عبور کنیم و باز در خدمت شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه و با فیلم شما شروع خواهیم کرد در ارتباط با رادیو تلسکوپ آرسیبا. با ما باشید. کانون پرورش افکار به کوشش دکتر علی نیری. خانم ها آقایان، شنوندگان و بینندگان گرامی، به بخش دوم برنامه امروز مهبانگ رسیدیم. برنامه امروز در ارتباط با تعریف حیات و منشأ حیات و همینطور آیا این که ما انسان ها تنها موجودات هوشمند در این کیهان پهناور خودمون هستیم بوده و این برنامه رو داریم ادامه میدیم با دو مهمان گرامی برنامه، آقای عرفان کسرایی و خانم نیلوفر فشنگساز. با عرفان گفتگویی داشتیم در ارتباط با مسئله زبان مشترک و زبان مشترک بین تمام موجودات در صورت وجود در کیهان. اشاره کردی عرفان جان به رادیو تلسکوپ، یا میشه گفت بزرگترین رادیو تلسکوپی که تا به حال بشر ساخته، با قطر 300 متر در آرسیبو در پورتوریکو. فیلم کوتاهی هست که از اتاق فرمان خواهش میکنم اونو نشون بدن و برمیگردیم با عرفان و نیلوفر گفتگومون رو ادامه میدیم. عرفان جان، فیلم داره پخش میشه، اگه بخواین روش هم توضیح بدیم. بله، بخش قبلی قسمت اول برنامه صحبت از پیام ارسال شده در سال 2017 کردم که تقریباً 25 سال بعد اگر تمدن فضایی جایی وجود داشته باشه در حدود سال 2042 تکلیفش معلوم خواهد شد. اما پیام آرسیبو مسیج حدود در واقع انقدر زود بازده نیست طرحش. حدود 44 سال پیش به جایی در دوردست‌های کیهان ارسال شده. وقتی که از دوردست‌ها صحبت می‌کنیم درباره پیام آرسیبو واقعاً مقصودمون دوردست هاست. در 16 نوامبر 1974 به صورت سیگنال‌های رادیویی ارسال شد از رصدخانه آرسیبو و پیامش محتواش پیچیده است، همونطور که در تصویر بینندگان ما تونستن ببینن یا اگر عکس رو هم نمایش داده باشه. عکس رو هم الان داریم نمایش میدیم. بله، الان دوستان دارن میبینن. این پیام محتواش عملاً پیچیده است توسط دو تا اختر فیزیکدان مشهور. من اینو تکرار کنم که فکر نکنین بازی بچگونه است، این پیامه.
پیام پیچیده ای الان توضیح مختصری روش خواهم داد. اینو فرانک دریک و کارل سیگن نوشته بودن در واقع، و مقصد این پیام هم جایی در خوشه ستاره‌ای M13 است در صورت فلکی هرکول که حدود 25,000 سال نوری از زمین فاصله داره. خوشه‌ای با حدود 300,000 ستاره که یعنی این پیام در واقع به هدفمند فرستاده شده برای بخش خاصی در کهکشان خودمون. کاملا، و به باور بسیاری از ستاره شناسان چه بسا که وقت وجود حیات اونجا وجود داشته باشه، اگر تمدن‌های احتمالی فرازمینی هوشمند این پیام رو دریافت کنن و رمزگشایی کنن، اطلاعات بسیار زیادی درباره عرفان جان شما خاطرتون هست که فاصله نجومی این خوشه از ما چقدر هست؟ فاصله در واقع خوشه ستاره کروی در حدود 25,000 سال نوری از ما. و این پیام چند سال پیش فرستاده شده؟ 44 سال تازه در فاصله 44 سال نوری ماست. بنابراین میتونین دوستان تصور کنین که قطعاً از طول عمر و تمدن بشری که تا به الان داشتیم فراتره. اگر بشر تا 25,000 سال دیگه زنده بمونه و اونها هم اون تمدنی داشته باشن و بلافاصله به ما پاسخ بدن، یعنی ببینید نزدیک 50,000 سال طول خواهد کشید تا ما بتونیم چنین مکالمه‌ای رو یا دایالوگی رو در واقع با یک تمدن دیگری داشته باشیم. و یه توضیحی روی پیام آرسیبو و محتواش بدم به صورت خلاصه. میخواین تصویر دو مرتبه نشون بدیم؟ بله، اگر تصویر باشه میتونم روش توضیح بدم که در واقع اون مربع‌های سیاه‌سفید که حالا تو تصویر رنگی نمایش داده شده محتواشون چیه. در بالای تصویر اعداد 1 تا 10 نمایش داده شدن. همونطور که گفتیم این پیام که کارل سیگن نوشته بود و فرانک دریک محتواش کدهای دودوییه، یعنی یک پیام 1679 بیتیه که محتواش کدهای دودوییه و نیاز به رمزگشایی داره و در بالا اعداد 1 تا 10 نمایش داده شدند. بذارید من ببینم، آره درسته، اون مربع‌های سفیدی که اون بالا هست اونا اعداد 1 تا 10 که نمایش داده شدن. زیرش عدد اتمی عناصری که دی ان ای رو تشکیل میدن نشون داده شده، اون مربع‌های بنفش. زیر اون یه سری مربع سبز یعنی ردیف سوم که اونا فرمول شکرها و بازها در نوکلئوتیدهای دی ان ای هستند، یعنی ردیف سوم. ردیف چهارم طرح گرافیکی از دی ان ای و تعداد نوکلئوتیدها در دی ان ای انسانه. پنجمی طرح کلی از انسان، شمایل انسان، قد و جمعیت انسان‌های به سرعت میشد تشخیص داد که قرمز رنگ هم هست، سرخ رنگ کاملا. روی زمین بعدیش منظومه شمسی نمایش داده شده و آخریش هم شکل و تصویری از یک رادیو تلسکوپ که در واقع باز اونم به رنگ بنفش البته در اینجا نشون داده شد. بنابراین اون ردیفی که دوستان میبینید به شکل زرد هست در زیر پای انسان، اون همون چیزیست که عرفان جان اشاره کردن که اشاره داره به وجود ستاره ما، یعنی خورشید و سیاراتش، و بعد در زیر اونها هم که احتمالا همون آرسیبو باشه. کاملا. و یه مسئله دیگه این که البته صحبت کردیم از این که این هدفگیریش به سمت هر خوشه M13 بوده، اما اون موقع دقیق اندازه‌گیری نشده بود و بنابراین حدود 25,000 سال دیگه از پیام آرسیبو با فاصله از دیدگاه نجومی نچندان کمی از کنار این خوشه میگذره، بنابراین نشونیگیری خیلی هم دقیق نبوده و به سفرش این پیام در فضای بی انتها و بیکران ادامه خواهد داد. اینم یک نکته خیلی جالب تاریخ علمی بود که دربارش به نظرم رسید بگم. اما اسم این پیام ها رو به نگرانی هایی که در بین بسیار از دانشمندان برانگیخته میشه بیدار کردن شیر خفته هم گذاشت، به خاطر اینکه بسیاری نگرانند که از جمله استیون هاکینگ که خواهم گفت که چه مسئله نگرانیش رو برانگیخته بود، اینی که اطلاعاتی که به فضاهای دوردست داره ارسال میشه چه تضمینی هست که این پیام ها نجوایی نباشه که اینها در واقع شیر خفته ای رو بیدار کنه، تمدن فرازمینی ویرانگری رو
بیدار کنه، آدرس و نشونی ما رو بده که برای غارت و نابودی حیات که به واقع ممکنه صدها هزار سال یا حتی میلیون ها سال تمدنشون از ما پیر باشه. و این نگرانی بسیاری رو برانگیخته که مارتین رایل یکی از این ستاره شناسانه که این نگرانیشو به سطح اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی رسونده و خود استیون هاکینگ حدود 8 سال پیش در مصاحبه گفته بود که این جملاتشه که اگر موجودات فضایی به دیدار ما بیایند به نظر من پیامد آن مانند کشف قاره امریکا توسط کریستوف کلمب خواهد بود. میدانید که نتیجه این سفر برای بومیان امریکا چندان مطلوب نبود. اما خب فکر می‌کنم اینجا هاکینگ به طور واضح اشارش به تفاوت تکنولوژیکی دنیای اون روزه، فرض کنید اسپانیا و پرتغال که حالا دوتا امپراتوری قدرتمند بودن با بومیان آمریکا، قاره آمریکا بود. بعد نظر هاکینگ این بود که به خاطر این اختلاف در فناوری اونها از ما بسیار پیشرفته تر خواهند بود و طبیعتاً ما رو مستثمر خواهند کرد و پیامدهای ناجوری خواهد داشت. البته خب من یه ایرادی دارم، حالا از شما به عنوان فیلسوف میتونم بپرسم آیا تمدنی که انقدر پیشرفته باشه و بتونه دوام آورده باشه که از ما صدها هزار سال فرض کنیم پیشرفته تر باشه، آیا تمدنی که تونسته باشه اینقدر دوام بیاره؟ این سوال رو از خانم فشنگسازم دارم. آیا نمیتونسته از نظر اخلاقی از ما پیشرفته تر باشن؟ شاید در واقع تمدنی با چنین تکنولوژی پیشرفته‌ای که بیاد بر روی زمین و منابع زمینی و حیات زمینی رو تهدید کنه، مثل در واقع پیشرفت از نظر هوشی مثل دیدگاه ما نسبت به مثلا جامعه حشرات باشه که ما از مثلا زنبورهای عسل بهره کشی میکنیم و میتونیم به نفع خودمون حیات اونها رو و محصولاتی که اونها تولید میکنن مصادره کنیم. این که اخلاق براشون تعریف شده باشه یه بحث دیگه است، اما یک نکته در واقع به عنوان اینکه چنین نگرانی موجه نیست گفته شده و اینکه انقدر این فاصله زیاده، فاصله M13 تا زمین، که حتی به فرض وجود تمدن‌های فوق پیشرفته و اگر که نابودگر و بیرحم هم باشن، باز هم خطری حیات تمدن ما رو تهدید نمی‌کنه. لااقل توی بازه 50,000 ساله میتونیم خیالمون راحت باشه که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بذاریم اون موقع خود اگر بشریتی وجود داشت اون موقع با این مسائل سر و کار داشته باشه. اما نیلوفر نظری نداری نسبت به این مسئله؟ واقعیتش خب من دیدگاهم به خاطر اینکه مقدار بیشتری میکروبی هستش متفاوته. به زعم من به این راحتی اصلا نمیشه به این موضوع فکر کرد یا پاسخی براش داشت، به این خاطر که ما اون چی که میشناسیم حیات فسفر بنیان هستش، حیات کربن بنیان هستش. بله. ما حتی توی تشخیص حیاتی به غیر از حیاتی با بنیان اون چی که میشناسیم هم مشکل خواهیم خورد، چه برسه به اینکه دقیقاً این یکی از سوالات من از شما بود که بنابراین اگر حیاتی فرض کن سیلیکون بنیان باشه که در همون جدول تناوبی کربن هم هست، ما نمیدونیم که آیا از همون تکامل داروینیسم یا فرگشت داروینیسم پیروی بکنه یا نکنه. خب این الان 2 تا موضوع شد. اگر بخوام که اگر بخوام که بحث قبلی خودم رو نقد نکنم، باید بگم که خب بله تکامل داروینی رو باش کاری نداریم، اون رو پیروی خواهد کرد. اگر بخوایم این عنصری که نام برید و جایگزین کربن در اسکلت مولکول‌های زیستی بکنیم، بالکل یه چیز دیگه ای خواهیم داشت. ما بجز موضوع کربن و حالا سیلیکون گفتید، درست میگم؟ بله. سیلیکون من به خاطر از نظر بیوشیمی گفتم، از نظر ظرفیت بالانسش و اینا داشتم میگفتم. به هم نزدیک هستن. به جز این موضوع فسفر و آرسنیک هم وجود داره که باز مثلا آرسنیک به جهت بعضی خواص به فسفر شباهت داره و حیات آرسنیک بنیان رو به عنوان یک بیوسفر سایه دانشمندا بعضا پژوهشگران مطرح میکنن که جایگزین بشه در مثلا اسیدهای نوکلئیک به جای فسفر آرسنیک وجود داشته باشه. چی میشه آیا و همچین سوالایی. اما موضوع این هستش که انقدر
موضوع رو پیچیده و سخت میکنه که ما حتی هیچ ایده‌ای نداریم از اینکه باید چی رو جستجو کنیم و منتظر چی باشیم. حالا چه برسه به این که با خیال پردازی‌های زمینی خودمون و اون حالت متخاصم و جنگجویی که متاسفانه توی ژن‌های بیشترمون وجود داره خیال کنیم که اون چی که میخواد بیاد پس میاد که ما رو غارت کنه و استثمار کنه با تفکر حالا اروپایی که نسبت به اون حالا غارتی که نسبت به بومیای آمریکایی من با شما کاملا موافقم. اینه که من هیچ نظری در این مورد واقعا ندارم و فکر میکنم فقط مشاهده‌گر و جستجوگر هستیم تا زمانی که حالا عمر داریم و بعدش هم دادمون رو به نسل‌های بعدیمون منتقل میکنیم، اونا این رو ادامه میدن و بیشتر فکر میکنم همون توی حد بیوسیگنیچر حالا خواهیم موند. این تصور شخصی من هست، لزوما درست نیست، به خاطر حالا حیطه مطالعاتیمه و اصلا نمیتونم خیال بکنم ممکنه منتظر تمدن متخاصم باشیم که تو فکر استثمار ما هستن. این رو اصلا نمیتونم بهش حتی فکر بکنم، بیشتر در همون حد نشانه های زیستی، به این خاطر که داریمشون، یعنی شهاب سنگ هایی به زمین افتادن از مریخ و از در واقع حالا دنباله‌دارها جدا شدن، به زمین رسیدن که داخلشون اسیدهای نوکلئیک شکل گرفته مثل کارخونه‌های کوچولویی که توی فضای بی انتها در حرکت هستن و این اندرکنش‌ها انجام میشه و مونومرها توشون ساخته میشه. فعلا در این حد از تمدن در حد مونومر زیستی میدونیم. بسیار عالی، من با شما موافقم و منم یکی از مشکلاتی که با هاکینگ و دیگران دارم این است که فکر می‌کنم بیش از حد در تصورات و تخیلات ما هنوز خیلی جا داریم برای اینکه قبل از اینکه نگران اون موجودات هوشمند متخاصم فرازمینی باشیم بیشتر از همه باید نگران موجودات دو پای زمینی بود. اون خیلی خیلی خطرناک سره. ولی برگردیم به رشته اخترشناسی به اضافه زیستشناسی، یعنی اخترزیستشناسی. در مورد پیشینه تاریخی این واژه گفتید و دوست دارم یه مقدار از نظر تاریخی بیشتر این رشته رو بشناسیم و اینکه نهایتا الان داره چی کار میکنه و قرار هست چه کارهایی در آینده انجام بده. بسیار خوب. شما هم آقای دکتر خودتون هم آقای دکتر کسرایی اشاره کردید که دانش جدیدیه. میخوام اینطوری موضوع تاریخچه رو بگم که دونستن تاریخچه هر علمی، دونستن تاریخچه هر چیزی خیلی مفید هستش، به ما دید میده، به ما در واقع چشم انداز میده نسبت به اینکه بدونیم چطوری به این جایگاهی که امروز درش قرار گرفتیم رسیدیم. و اغلب هم نه تنها از افرادی که حالا خیلی با علم درگیر نیستن بلکه از افراد آکادمیک وقتی که در مورد اخترزیستشناسی صحبت میشه این رو میشنویم که یا اولین بار هست کلمه رو میشنفن یا اگر قبلا شنیدن فکر میکنن که یک دانش خیلی جدیده. همونطوری که در ابتدای صحبت هم گفتم در این که در 20 سال گذشته پیشرفت بسیار زیادی داشته به مدد ماموریت‌های فضایی، تلسکوپ‌ها و آزمایشگاه‌های مدرن، اما به هیچ عنوان علم جدیدی نیست. دست کم تفکر و تعمق اخترزیستشناسانه چیزی بوده که از دوران قدیم وجود داشته. افرادی بودن که به وضوح به جهان‌های سکونت‌پذیر و کرات دارای حیات از قدیم فکر می‌کردن. اگر عکس شماره 1 رو نشون بدید لطفاً. عکس شماره 1 رو اتاق فرمان لطف می‌کنم ماکان جان. جمله نسبتاً قابل توجهی از یکی از فلاسفه یونان در حدود 2000 سال پیش باقی مونده و وجود داره. این فرد مترودروس هستش که از شاگردان دموکریت مبدع مکتب اتمگرایی هم هست. مترودروس معتقد بود که شما وقتی که از کنار یک زمینی رد میشید و فقط یک خوشه ذرت در رشد کرده در اون زمین میبینید باید حتما تعجب کنید، چون وقتی که توی یک زمین یک خوشه ذرت رشد کرده حتما بذر ذرت بایستی در همه اون زمین پراکنده شده باشه. شما تصویر 1 رو ملاحظه کردید؟ بله تصویر 1 رو دیدیم. حالا این به عنوان یک مثال مترودروس این تفکر تعمیم داده به کل عالم
از این جهت که زمانی که بعض حیات روی زمین کاشته شده، پس چطور ممکنه فقط یک جا توی این عالم بذر حیات پاشیده باشه؟ حتما در جاهای دیگری هم هستش. البته که درک یونانیای باستان نسبت به جهان اطراف با درکی که ما امروز داریم از طبیعت و سیاره ها و ستاره ها خیلی متفاوت بوده. اما این تفکر اخترزیست شناسانه برای 2000 سال پیش تفکر خیلی جالبی هستش. بیایید توی تاریخ حرکت کنیم، از دوره قرون وسطا رد بشیم، به دوره مهم رنسانس میرسیم، دوره‌ای که بسیار اثرگذار بوده در شکل‌گیری خیلی از اتفاقایی که بعدترها افتاد. قرن 16 و جوردانو برونو اخترشناس ایتالیایی. بله، خواستم بگم که برونو هم ظاهرا نقل قولی در مورد این مسئله داره. دقیقاً. جوردانو برونو جمله خیلی معروفی داره که میگه که صورت‌های فلکی و خورشیدها و سیاره‌هایی در آسمان وجود دارن. خورشیدها به خاطر اینکه نور زیادی دارن دیده میشن، اما زمین‌ها و کرات که دورشون میچرخن که احتمالاً محیط فضایی هم هستن دیده نمیشن و فقط به خاطر نور خورشیدها هستش که دیده نمیشن، ولی این دلیل نمیشه که وجود نداشته باشن. باز هم امروزه به خاطر کشف هر روز ما میشنویم که یک فراخورشیدی، یک کدوم سیاره‌ای کشف میشه، این برای ما خیلی عادی هست. اما برای کسی که سال 1600 زندگی میکرده بسیار جلوتر از زمان خودش بوده و تفکر فوق‌العاده‌ای بوده. خیلی متاسفم که باید اینو بگم که جوردانو برونو به خاطر این تفکرات اخترزیست شناسانش و همچنین مسائل و استکاکایی که با کلیسای کاتولیک در زمان خودش داشت، در حالی که به ستونی بسته شده بود، در میدان مرکزی شهر روم در کومه‌ای از چوب در آتش زنده سوزانده میشه. اون چیزی که تصویر شماره 2 لطفاً، جرم برونو این بوده که در آثارش از این نظر دفاع می‌کرده که در واقع ستاره ها خورشیدهایی هستند، یعنی خورشید یه ستاره تک و منحصر به فرد در کل عالم نیستش. دوماً که اجرام به دور این خورشیدها در گردش هستند که میتونن سکونت پذیر باشن، پس زمین هم یک نقطه منحصر به فردی در کل عالم نیست. از طرف دیگه این عالم هستی بی نهایت هستش، پس هیچ جرمی مرکز عالم نمیتونه باشه. باز هم یه وجه دیگه موضوع برونو موضوع تفکرات الهیاتیش بوده که علیه کلیسای کاتولیک مطرح میکرده. اون سلسله مراتب رو در کلیسا رد کرده بود، باور به تثلیث رو رد کرده بود، مسیحیت عیسی ناصری رو رد کرده بود و بکارت مریم عذرا رو زیر سوال برده بود و همچنین تقدس عشرای ربانی از نظرش زیر سوال بود. و مفتش دادگاه تفتیش عقاید ازش خواست که برای اینکه جون خودش رو نجات بده حرفاشو پس بگیره و از این موضوع بگذره. اما برونو در حالی که میگفت من مؤمن هستم به تعالیم کلیسای کاتولیک، این تفکرات عقلایی و الهیاتی که کلیسای کاتولیک مطرح میکنه رو نمیتونم قبول بکنم و به خاطر همین متاسفانه این اتفاق مدت از این کاری که کرده دفاع میکرد و این رو تا اینکه در سال 2001 در واقع کاردینال میاد میگه قسمت تاریک قسمت دردناک مسیحیت و کاتولیک این هستش که با جوردانو برونو این کار کردن، با این وجود که اون مفتش دیدگاه و موضوع خیرخواهانه‌ای داشته. مجسمه جوردانو برونو در همون مکانی زنده در آتش سوزانده شده بود قرار گرفته، در حالی که نگاه خشم‌آلودش رو به سمت واتیکان هست. دونستن این که چه مسیری طی شد تا به امروز برسیم رو دارم مطرح میکنم. کمی بعد در قرن 17 گالیله و تلسکوپ میاد مطرح میشه. از تفکر صرف عبور میکنه انسان و با وسیله‌ای به دنیا نگاه میکنه که تا پیش از اون ندیده بود. اگر تصویر شماره 3 رو لطف بکنید، بله الان میبینیم. تلسکوپ گالیله رو میبینید و قمرهایی که البته این تصویری که از قمرهای مشتری میبینید اونی نیستش که گالیله دیده بود. من این تصویر رو گذاشتم که فقط نشون بدم که این تصویر مدرنه، تقلب شده اینجا. بله نقاشی کشیده بود آخه گالیله ازش عکس نگرفت. به هر صورت
این قمرهای گالیله هستن، به نام خود گالیله هم ثبت شدن، قمر یو، کالیستو، گانیمد و اروپا که به دور برای مشتری میچرخن. اینو دید به عنوان یک منظومه و براش خیلی جالب بود که توی خود جایی که ما زندگی می‌کنیم منظومه مثلا وجود داره و رفته رفته به کمک تلسکوپ سیاره‌های جدیدتر کشف شدن و خودش قوقایی در روشنفکری به بار اومد و شروع شد. بعد در همون قرن 17 اخترشناس هلندی که در ایران کریستیان هویگنس میشناسیمش ولی تلفظ داچش کریستیان هوخنس هستش، میاد و با تلسکوپ تصویر شماره 4 لطفاً تلسکوپ خودش میاد مشاهده میکنه لکه های رو روی زهره و مریخ و مشتری و توی تصورش این بود که ابر و باد و آب و به هر حال زندگی در این سیاره جاری هستش و خیال کرده بود که ذائقه موسیقایی دارن ساکنین و نوازنده هستن و چیزی شبیه به فرانسوی‌ها و ایتالیایی هایی که میشناخت. و امروز میدونیم که اون چیزی که هوخنس در تلسکوپش دیده بود جز خیال پردازی چیزی نبود، ولی باز هم مسیر جالبی رو طی کرد. تصویر شماره 5 رو اگر لطف کنید هرشل رو میبینید و تلسکوپش که یک قرن بعد هستش، قرن 18 هرشل کاشف اورانوس هم هست و با تلسکوپ خودش ماه رو مشاهده میکرد، البته اجرام دیگر هم مشاهده میکرد، اما خیال پردازی هایی که هرشل در مورد اخترزیست شناسی داشت مربوط به ماه بود بیشتر، چون که دهانه های برخوردی سطح ماه رو ملاحظه میکرد و میدید که چقدر خوشگل اینا تراشیده شدن، چقدر قشنگن، چه ساکنین هنرمند و مهندسی در ماه وجود دارن و این دهانه های این در واقع گردها دایره ها نمیتونن کار طبیعت باشن، به این زیبایی تراشیده شدن و حتما ساکنین یعنی هرشل بر این باور بود که ماه ساکنینی داره. شهرهایی در ماه هستش که به خوبی و زیبایی طراحی شدن، این شهرها مهندسی شدن در واقع. میایم به قرن 20 تصویر مربوط به تصویر شما 6 رو اگر لطف بکنید، این خیلی جالب هست. توی قرن 20 پروفسور پرسیوال لایل با تلسکوپش زمانی که حالا مشاهده میکرد مریخ رو به این باور رسیده بود که در مریخ حیات وجود داره. تصویر عکس روزنامه نیویورک تایمز در 9 دسامبر 1912 سال قبل هستش که با قدرت ادعا کرده پرسیوال لایل که حیات در مریخ وجود داره و اون نویسنده مقاله نیویورک تایمز هم با آب و تاب این موضوع رو مطرح کرده. اون بچه اساسی چنین نتیجه‌ای رو گرفته بوده؟ بله دقیقاً. با تلسکوپش که رو به مریخ نگاه میکرد کانال‌های در واقع کانال‌های آبو که دیده بود. روی مریخ کانال‌هایی مشاهده کرده بود که در زعم خودش از قطبین مریخ به سمت اتوبا آبرسانی شده و خودش نشسته بود به دقت اینا رو کشیده بود و اون عکس رو هم می‌بینید که اومده طراحی کرده که چه کانال‌ها چه شکلی به هم وصل شدن. اینا توهمات بصری و فکری پرسیوال لایل در مورد کانال‌های دستساز مریخ بود و خیلی جالب این موضوع ادامه پیدا کرد. کم کم عصر فضا البته همچنان یه عده‌ای همین توهم هستن. عصر فضا شروع میشه کم کم و روسیه و امریکا شروع به رقابت میکنن. قبلش اینو بگم که ناسا در 1958 مستقر میشه و خیلی کوتاه بعد از استقرارش یاد میگیره که چطوری بایستی واقعا به جستجوی حیات در این عالم بپردازه. فضاپیماها شروع میکنن به ارسال شدن، روسیه و امریکا وارد رقابت میشن، در واقع مریخ و ونوس زیر سلطه این فضاپیماها ماموریت‌های یکی بعد از دیگری بعضا از بین میرن، ماموریت موفق نمیشن، بعضا موفق میشن، تا اینکه اولین تصاویر از مریخ و زهره به زمین ارسال میشه و مثل یک آب سردی هستش که ریخته میشه روی سر این داستان و باطل میکنه همه خیالاتی، خواب و خیال‌های مرتبط با هوشمندان و موسیقی و ذائقه و اینجور مسائل رو. و این موضوع در ناسا تحت تاثیر یک فرد بسیار مهم بوده که اگه تصویر شماره 7 رو نشون بدید، جوشوا لدربرگ هستش که حتی پیش از استقرار ناسا نوع دیگری به موضوع اخترزیست شناسی نگاه میکرد و در مورد اینکه ممکنه سیاره‌های سکونت پذیری وجود داشته باشن، حیات از نوع باستانی یا حتی فعلی وجود داشته باشه در این اجرام و به سرعت با ناسا همکار میشه
جوشوا لدربرگ در 33 سالگی همزمان با استقرار ناسا برنده جایزه نوبل هم میشه به خاطر اکتشافاتش در ژنتیک باکتریایی و خودش رو به نام زیستشناس مولکولی بوده که خودش رو به نام اگزوبیولوژیست معرفی میکنه یا برون زیست شناس، همون واژه مترادفی که با استروبیولوژی اول صحبتم گفتم. منتها فرق اگزوبیولوژی و استروبیولوژی این هستش که اختر زیست شناسی به پیدایش و تکامل و توزیع حیات هم در هر نقطه دیگه در این عالم، در حالی که اگزوبیولوژی همونطور که از اسمش معلوم هست فقط در برون زیست شناسی هستش، زیست شناسی خارج از روی زمین هست. به خاطر همین اختر زیست شناسی واژه‌اش بیشتر مورد قبول قرار گرفت و باقی تر ماند. این تاریخچه مختصری بود که میتونستم بهتون ارائه بدم. فوق‌العاده بود نیلوفر جان، من بسیار آموختم. برام جالب بود که چگونه در واقع من و عرفان عزیز ماهاست در مورد روش علمی صحبت میکنیم و شما به خوبی نشون دادید که در یک روش علمی چگونه نظریه های علمی ممکنه ابطال بشن و ما در علم هیچ حرفی، هیچ اتوریته‌ای نداریم، حرف هیچ کسی حقیقت مطلق نیست و زیبایی علم در همینه. و دیدیم که چگونه همچنان که تمدن بشری بزرگتر و بزرگتر میشه، ما هم از افکار بچگانمون در میایم، افکارمون رشد میکنه و بزرگتر میشیم. اما مسئله‌ای که الان میخوام از باز هر دوی شما بپرسم، ولی عرفان جان میتونه اول پاسخ بگه. مسئله این هست که چه اهمیتی داره، مثلا خبری که 2 هفته پیش اومد در ارتباط بکنم 2 هفته بود یا 3 هفته پیش، این که کشف آب در ماه به این معنی هست، آب مایع، که ما نشانه های حیات رو در کره مریخ دیدیم. این نشانه های پیدا کردن نشانه های حیات، نه الزامن، این رو به خصوص به عرفان میخوام بگم، نه الزامن حیات هوشمند، چرا برای ما زمینیان میتونه اهمیت داشته باشه؟ چرا مهمه؟ چند سال پیش های دکتر که در واقع خبرهای اولیه اکتشاف آب در مریخ منتشر شد توسط مدارگرد تجسسی مریخ، اون موقع من یادم هست که در یک از این مجلات ترویج علمی یک مقاله‌ای در همین مورد نوشتم که پیدایش، یعنی خبر اکتشاف آب در مریخ خب خبر بسیار مهمیه، ولی از فرداش همه ما میریم سر کار زندگیمون و زندگیمون رو مثل هر روز انجام بدیم. یعنی با وجود اینکه تلویزیون ها در صدر اخبارشون این خبر منتشر شد، ولی همه ما برگشتیم سر کار زندگیمون. اما تصور کنید یک روز تلویزیون رو روشن کنید، یه روز صبح در اخبار داره اطلاعیه سازمان فضایی ناسا رو میخونه و از ارتباط با موجودات هوشمند فضایی یا کشف یک گونه از حیات صحبت میکنه. من فکر میکنم در این صورت دیگه ما به این سادگی لااقل مثل خبر کشف آب نخواهیم رفت سر کار زندگیمون و خیلی عادی از کنارش رد شیم، به خصوص که اگر این مثل فیلم های هالیوودی بشه و تجربه بگم یک جنبه‌ای داشته باشه که ممکنه ما رو به هراس و تب و تاب بندازه که خب این حیات فرازمینی از چه شکل هست و چه جوری هست. شاید اینها به شکل کاملا چطور بگم تخیلی به نظر برسه و موضوع فیلم های علمی تخیلی، اما اگر دقت کنیم که واقعا این مسائل بودجه براش گذاشته میشه. همین سال گذشته پروژه‌ای در پنتاگون مشخص شد که برنامه مخفیانه تحقیقاتی در پنتاگون با بودجه سالانه 22 میلیون دلار ران شده بود و هدفش جستجوی اشیاء ناشناخته فضایی بود و واقعا خب همینجا من شما رو نگه دارم. این چیزی که اصطلاحاً در انگلیسی بهش میگن unidentified flying objects، UFO یا اشیاء پرنده ناشناخته، این وجود داره اساساً؟ انقدر بحث اشیاء ناشناخته فضایی
اشیاء ناشناخته پرنده گسترده است که چه بسا لازم باشه که یک روز دربارش مفصل یک برنامه مجزا بسازیم. من موافقم. اتفاقا عرفان جان می‌خواستم پیشنهاد کنم برای هالووین شاید زمان مناسبی باشه راجع به این قضیه صحبت کنیم. فقط من یه نکته از آمار بدم در این خصوص که در بیشترین تعداد گزارش اشیاء ناشناخته فضایی که خب خیلی سال تب و تابش خوابیده بود در سال 1996 بوده که دقیقاً همون سال موفقیت بزرگ سریال تلویزیونی علمی تخیلی ایکس فایلز بود. بله. جو روانی مشاهده اشیاء ناشناخته پرنده به نوعی باعث شد که جامعه تحت تاثیر اینها قرار بگیره و خب این مسئله نیست که بشه به سادگی ازش گذشت. اما درباره اشیاء ناشناخته پرنده چه بسا انقدر بحثش مفصله که منم خیلی داستان‌ها دربارش دارم که تعریف کنم. فکر می‌کنم یه قسمت جداگانه بپردازیم. یک قسمتی خانم فشنگساز به ایده هرشل مبنی بر وجود حیات در واقع حیات متمدن، اگر اشتباه نکنم، که مثل انسان‌ها دارن زندگی میکنن پرداختن. این ایده رو کارل فریدریش گاوس هم به نوعی داشت و تصورش این بود، صراحتا نمیگفت که چنین حیاتی وجود داره، اما ایدهش این بود که اگر یک تمدنی به قدر کافی هوشمند باشه باید بتونه به روش منطقی بیاندیشه، بایستی قادر باشه که روابط ریاضی رو درک کنه. برای همین ایدهش این بود که ما در مزارعمون فرم هندسی رابطه فیثاغورس رو به شکل بسیار بزرگی بکشیم، یک مثلث فیثاغورس رو، و اگر ساکنین مثلا ماه این رو ببینن روی زمین میفهمن که ما اینجا وجود داریم. یعنی با این علائم ریاضی ساکنان ماه و مریخ خواهند فهمید که ارفان جان خیلی جالب بود اینی که گفتی. این مربوط به چه قرنی میشه؟ من اطلاع نداشتم از این ماجرا. کارل فریدریش گاوس چیزی در حدود 200 سال پیش. 200 سال پیش. چیزی در حدود 200 سال پیش بله. و حالا برگردم به یک مسئله دیگه اگر وقت داشته باشم. سعی میکنم خیلی کوتاه که ما یک ربع وقت داریم کلا. بعد برگردیم اگر در واقع بحثی خانم فشنگساز داشته باشن بهش بپردازیم. من 2 تا بحث رو میخوام اینجا جمع کنم، سعی میکنم خیلی کوتاه. یک بحث غیر از ارسال پیام‌هایی توسط مثل پیام آرسیبو که صحبتشو کردیم، یا ارسال کاوشگرهایی مثل وویجر 1 و 2 و اون لوح طلایی که صحبتشو کردیم، یک بحثه. یه بحث دیگه اصطلاحاً طرح جستجوی خانه به خانه است. یعنی بریم در کیهان بگردیم ببینیم خودمون، ببینیم که کجا میشه حیات پیدا کرد. این طرح خب موانع بسیاری پیش روش هست و اینکه در عمل با دشواری بسیاری روبرو هست. اینکه تکنولوژی حال حاضر ما چنین امکانی رو بهمون نمیده و محدودیت فضاپیماها، کاوشگرها و سفینه‌های فضایی ساخت بشر چنین امکانی رو نمیده به ما که بتونیم طرح جستجوی خانه به خانه حیات فرازمینی رو پیدا کنیم. اگر با سرعت 1/10 سرعت نور به نزدیکترین ستاره بعد از خورشید یعنی آلفا قنتورس میرفتیم، میشد که بریم حدود 90 سال ما برای رفت و برگشتش زمان نیاز داریم. اگر با سرعت 10% سرعت نور بریم، اگر میشد به فرض گیریم که اصلا با 98% سرعت نور ما بتونیم یه تکنولوژی داشته باشیم که با 98% سرعت نور بتونه بره ببینه اونجا چه خبره. فرضه در چنین حالتی یک مشکل بزرگی در ساختار فیزیکی جهانه که باز دوباره مانع ما میشه. اونم اینه که نسبیت خاص اثر خودش رو نشون میده و باعث میشه که عطای این طرح رو به لقاش ببخشیم. مسئله اینجاست که سرنشینان سیاره میرسن و برمیگردن در حالی که از دید خودشون 40 سال در راه بودن، در حالی که برمیگردن به زمین میبینن 200 سال زمان گذشته و اونایی که قرار بوده براشون تعریف کنن تو زمین، اینها 200 سال زمانشون گذشته و از دید ناظر زمینی اون 40 سالی که سرنشینان سفینه براشون زمان گذشته از دید اینها 200 سال گذشته. و همین یکی از اون محدودیت‌هاییه که حتی به فرض اینکه ما در دسترسمون باشه پیشرفته ترین تکنولوژی ها، باز هم محدودیت‌های فیزیکی اجازه نده. بسیار از اینها ممکنه در نگاه اول تخیلی به نظر برسه، اما پروژه‌ای که به نام استارشات چند سال پیش استیون هاکینگ اون موقع در قید حیات بود، دقیقاً به سمت همین ستاره دوتایی آلفا قنتورس دوتایی ستایی پروکسیما هدف گرفته شده بود. این پروژه حدود $100 میلیون بودجه اولیه‌اش بود. استیون هاکینگ هم مشارکت داشته
فضاپیماهای با سرعت 20% سرعت نور در این پروژه قرار ارسال بشن طرحش هست. یعنی میخوام بگم که اینها صرفاً تخیلات مجلات و نشریات نیست و بلکه واقعاً یه عده بهش فکر میکنن، یه عده که رویاهاش رو در سر میپروروندن، چه بسا که خب این در واقع این روحیه جستجوگر انسانی که دوست داره بدونه که واقعاً چطور میتونه به پهنه کیهان دسترسی پیدا کنه. این از این. و یه بحث دیگه من خیلی کوتاه این رو هم جمع کنم، فکر میکنم و 5 دقیقه بحث مرتبط با اون ویدئوی اولیه که اگر امکانش باشه پخش بشه راجع به ستی ات هومه که شاید بینندگان ما علاقه‌مند باشن که یه نگاهی به این بندازن. یک فایل لینک یوتیوب هست، یک پروژه‌ایه که میخوام راجع بهش صحبت کنم. این پروژه هدفش یافتن سیگنال های تکرار شونده تو داده هایی است که رادیو تلسکوپ ها جمع میکنند و هدفش اینه که آیا بشه موجود هوشمند فرازمینی رو پیدا کرد. اسمش از ستی ات هوم. اگر نمایش داده بشه من میتونم روش یه سری اطلاعات مختصر بگم. یکی از این فیلم داره نمایش داده میشه. یکی از طرحهای زیرشاخه پروژه ستی هست، یعنی جستجو برای حیات فرازمینی در دانشگاه برکلی، که در قالب این پروژه هر کسی میتونه توان محاسباتی کامپیوتر خونگیش رو از طریق اینترنت در اختیار پروژه ستی ات هوم بذاره. اگر لازم بود من این رو میفرستم برای دوستان که در اصلا لینک دانلودش رو از کانال تلگرام برنامه مهربان کسانی که علاقه‌مندن ببینن که میتونن خودشون هم سهم داشته. در واقع همونطور که عرفان عزیزم گفت این یک مشارکت عمومی است برای اینکه تعداد داده هایی که از فضا میرسه بسیار بسیار زیاده و در واقع با این کار کمک میشه برای اینکه شما هم در این پروژه مشارکت کنید با کامپیوتر خونگی خودتون و برای پردازش داده هایی که از هر سوی این کیهان داره به ما میرسه. در واقع یک ابررایانه مجازی درست میشه با توان محاسباتی بسیار بالا که نرم افزار ستی ات هوم از وبسایت خود مرکز میشه دانلود و نصب کرد و اطلاعات ذخیره شده رو این ابررایانه مجازی که شکل میگیره با انبوهی از کامپیوترها در سراسر دنیا میشه به پیشرفت کمک کرد و اطلاعات ذخیره شده توسط این رادیو تلسکوپ ها رو این برنامه پردازش میکنه و شاید یه روزی به این نتیجه برسه. اینو هنوز هیچ کسی هیچی نمیتونه دربارش بگه. خب من این صحبتام تموم شد تقریبا و خب من اولا یه نکته میخواستم بگم اینجا که ببینید دوستان، بعضی اوقات پرسیده میشه حتما از خود عرفان که سالها در ایران درگیر این مسائل بوده و درگیر ترویج علم بوده، زیاد پرسیده شده، از نیلوفر هم احتمالاً پرسیده شده، ولی به هر حال این که آیا UFO وجود داره، بله وجود داره، به این معنا که میلیون ها اشیاء پرنده ناشناخته در فضا هست که ما خیلیاشو نمیشناسیم، خیلیاشو هم سعی کردیم بشناسیم. ولی آیا اگر از منظورتون از UFO به این معنی است که اونها موجودات فضایی هوشمند هستند، تا به امروز هیچ مدرک مستند علمی در این مورد به دست نیامد. این مسئله است که میخوام بهش توجه بکنیم و حتما ما توی برنامه مجزای مفصل در این مورد صحبت خواهیم کرد. عرفان جان شما چون صحبت از یوفو شد، من فقط یک نکته خیلی کوتاه رو بگم که همون پروژه مخفیانه پنتاگون که برای سالها بدون اطلاع در جریان بوده و قطعش نکرده بودن پروژه رو، برخی گفتن که این توجیه امنیتی اقتصادی میتونه توجیه نظامی داشته باشه برای پنتاگون. در واقع اونها به دنبال اشیاء ناشناخته فضایی صرف نبودن، بلکه به دنبال این بودن که ببینن چه تکنولوژی های رقبای تسلیحاتی ایالات متحده مثل روس‌ها در اختیار دارند که هنوز لازمه که شناسایی بشه. بنابراین حتی این مسئله هم به نوعی توجیه نظامی داشته براشون. دقیقاً، ممنونم. پس ما بعداً در این مورد با دوستان مفصلاً صحبت میکنیم. برگردیم به نیلوفر عزیز، خانم فشنگساز، دانشجوی دکتری در رشته اختر زیست شناسی. خب
یک مروری کردید بر تاریخچه این رشته و تعریف حیات رو دادید، مفاهیم جدید پیدایش غیر زیستی رو گفتید، اما اگر ممکنه راجع به فکر کنم راجع به آپارین هم صحبت کردین، حالا راجع به کواساروات ها اگر ممکنه صحبت کنین. من قبل از اینکه راجع به حالا موضوع کواساروات صحبت کنم، شما یه سوالی از آقای کسرایی پرسیدید، از من نپرسیدید، یعنی گفتید منم جواب بدم. شما باید میپریدین تو حرف ما. من چه جسارت نمی‌کنم. نه خواهش میکنم. اگر فرصت هست میخوام بگم حتما مهمه برای ما. نه اینو من در ضمن همینجا اینو مشخص کنم که این یه مسئله مهمیه و واقعا نمیشه توی یک جلسه 2 ساعته راجبش صحبت کرد با توجه به پیش نیازهای زیادی که داشت. ما این بحث رو باز هم اگر شما دوستان موافق باشین، حالا عرفان که خود صاحب خانه است، ولی شما هم هر زمانی وقت بکنید 2 مرتبه این بحثا رو در جلسات دیگه ادامه بدیم، برای اینکه به نظر من حیفه و میدونم علاقه‌مندان زیادی هم داره. در آخر برنامه میخوایم کلیپی با صدای خود شما رو پخش کنیم، اینم در نظر داشته باشین. حتما. سوال شما این بود که اگر سیاره‌ای یا حالا جرمی واجد آب مایع باشه، آیا به این معنی هستش که میتونه حیات داشته باشه؟ درست میگم؟ بله. خب باید بگم که در تمام عالم مولکول‌های آب وجود دارن، حالا کم و بیش تو فرمای مختلف، حالا مایع، جامد یا گاز. پس آب یه چیز منحصر به محیط‌های خاص نیستش، در همه جا تقریبا میشه آب رو پیدا کرد. ولی وجود آب مایع در یک جرم فقط یک معنی داره، اونم اینه که اون جرم در کمربند حیات ستاره قرار گرفته بر اساس دماش. بله، با توجه به اندازه و درخشندگی ستاره مادرش در فاصله مناسبی ازش قرار گرفته و آب توی دمای 0 تا 100 درجه میتونه حفظ بشه. اما برای اینکه بدونیم که آیا حیات وجود داره یا نه، خیلی مسائل رو باید در نظر بگیریم که به ابتداییاشون میگن استاندارد اولیه حیات. مثلا اینکه اون جرم چقدر به زمین علاوه فیزیکی و شیمیایی شباهت داره، چگالیش، شعاعش، سرعت گریزش، دمای سطحیش، مناسب بودنش برای رویش نباتات، وضعیت اتمسفرش، ضخامتش، گازهایی که در اتمسفر وجود داره، وضعیت دمایش علاوه منطقهش در منظومه‌ای که قرار داره، وضعیت دمایش از جهت خودش، تغییرات فصلی و روز و شبش. تمام اینها موارد ابتدایی هستن که فقط در نظر گرفته میشن برای اینکه ارزیابی بشه که استاندارد اولیه سکونت پذیری در اون جرم وجود داره یا نه. پس آب مایع فقط نشون میده که جرم در کمربند حیات ستاره قرار گرفته، چیز دیتای بیشتری به ما نمیده. ممنونم، بسیار عالی. ما نزدیک 3-4 دقیقه فرصت داریم با توجه به اینکه کلیپ شما با صدای خودتونم باید پخش بشه. اگر نکته دیگه ای میخواین اینجا اضافه کنین بفرمایین تا جلسه آتی که در خدمت شما خواهیم بود. یه نکته به عنوان جنبندی صحبتم اشاره بکنم، اینکه فرضیات مختلفی پرورده شدن از 60 سال پیش، 150 200 سال پیش به این سمت درباره پیدایش حیات در خود زمین که هر کدوم به نوعی مزیت‌هایی دارن و نقایصی دارن. درباره پیدایش غیرزیستی یا ابیوجینسیس کم و بیش صحبت کردیم. 2 تا فرضیه دیگه مد نظرم بود که صحبت بکنم که باز بعضی از ایرادهای پیدایش غیرزیستی رو میپوشونن اما خودشون ابهاماتی دارن، مثل جهان RNA که میاد یه موضوع مهمی رو پوشش میده، این که مرغ و تخم مرغ بحث اول DNA بوده یا اول پروتئین، معما رو RNA مولکولش میاد حل میکنه، میگه من اول بودم در فرضیه جهان RNA. اما باز سوال این هستش که اولین بار خود RNA چجوری پلیمریزه شد، چیزی که کسی نتونسته انجامش بده و خب داستان خیلی مفصلی داره، خیلی کوتاه گفتم. و فرضیه مهم بعدی فرضیه پانسپرمیا هستش یا اومدن حیات از خارج از زمین به زمین که این هم در مجامع جهانی طرفدار خودش رو داره، طرفداراش ژورنال دارن و مقاله هاشون رو درش چاپ میکنن. شاید ها اخترزیست شناسای مثلا اونایی که با جهان RNA و پیدایش غیر زیستی کار میکنن خیلی با این پانسپرمیاها آبشون توی یه جوب نره، ولی به هر حال وجود دارن و دیدگاه خودشونو دارن. اونا میگن که اصلا چرا دنبالش رو زمین بگردین، نطفه حیات از خارج از زمین به زمین رسیده به وسیله
یک در واقع حالا حاملی، نه یک حامل لزوما، حامل‌های زیادی مثل دنباله‌دارها، سیارک‌ها، یک جرمی، یک شهاب‌باری، یک شهاب‌سنگی یا هر چیزی که از فضا رد از یک نقطه‌ای که ذرات میکروسکوپی حیات درش وجود داشتن، اینا رو در خودش حبس کرده و به زمین به عنوان یک بستر مناسب برای رویش حیات خودش رو رسونده و رفته رفته اون حیات فرازمینی بوده که در زمین رشد کرده. که این هم خیلی مفصل هستش، خیلی کوتاه خواستم فقط بگم که فرضیه‌ها دست کم 7-8 مورد هستن که این سه تا از مهمترین هاشونن و توضیح میدن هر کدوم در وسع خودشون. بسیار عالی. من که خیلی یاد گرفتم و آموختم از هر دوی شما نازنین ها. آخرین بخش برنامه ما کلیپی هست با صدای نیلوفر، خانم نیلوفر فشنگساز، پژوهشگر دانش نوین اخترزیست شناسی. آیا چیزی هست که راجع به این کلیپ بخوایم بگین یا خودش به اندازه کافی واضح هست؟ خودش به اندازه کافی واضح هست، فقط صدای منه که روش قشنگ نیست که از حضور هر دوی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. ما هفته بعد اینجا تعطیلات بزرگ به اصطلاح آخر تابستان میشه گفت در آمریکا هست. هفته بعد برنامه نخواهیم داشت، ولی از 2 هفته دیگه عرفان جان امیدوار هستم با شما و یک مهمان دیگری ظاهرا که از افغانستان باید باشن در کنار شما خواهیم بود. نیلوفر جان امیدوارم شما به ما بگید که چه زمانی با ما خواهید بود در برنامه آینده که از طریق عرفان هم آهنگی‌ها رو انجام میدیم و بتونیم همگی از شما دوستان بیاموزیم. سپاسگزارم. شنوندگان و بینندگان گرامی، برنامه ما اینجا به پایان میرسه. خواهش میکنم به کلیپ آخر با صدای خانم نیلوفر فشنگساز توجه کنید تا برنامه‌های آینده که 2 هفته دیگر خواهد بود بهترین ها رو برای شما آرزومندم. در عالم پهناور ما با اندازه و قدمتی باور نکردنی درون کهکشانی مارپیچ و چندین میلیارد ساله میان پرورشگاه سترگی از ستاره ها، سرشار از عناصر خلقت، ستاره ما متولد شد. از کوره نوزاده منظومه خورشید و در فاصله درستی از آن سیاره تازه‌ای به دنیا آمد. مکانی به نام زمین که جهان داغ و خشنی بود، بی حاصل و خالی از حیات. زمین جهان آب و آتش بود، مملو از گازهای سمی و دودآلود. اما اتفاق معجزه‌واری در زمین افتاد تا سرنوشت آن را برای همیشه عوض کند. زندگی.
حیات روی زمین چگونه آغاز شد؟ ما چگونه از این به این رسیدیم؟ آیا حیات از ترکیب تصادفی اتم‌ها متولد شده؟ آیا حیات خیلی قدیم‌ترها از فضا رسیده؟ یا اینکه خدایان زمین و زندگی روی آن را خلق کردند؟ بیایید منشأ حیات را جستجو کنیم.